گاهی در زندگی اونقدر با مسائل پیچیده‌ای مواجه میشیم که با خودمون فکر میکنیم که ای کاش پیشگویی قدرتمند و قابل اعتمادی در کنارمون بود که ما رو از سرانجام اون مسائل باخبر میکرد و حتی راه حل‌های موفقیت‌آمیزی رو هم با ما در میون میذاشت. در این بین افرادی بودند که به طرقی ماورایی و عجیب از آینده باخبر شدن و راه نجاتشون رو پیدا کردن. از جمله این افراد میتونیم به تجربه‌گران مرگ موقت یا کسانی که تجربه خروج از بدن داشتن اشاره کنیم. اونها علاوه بر مشاهده آینده و عاقبت تصمیمات آتی خودشون، صحنه‌هایی از آینده و حوادث جهانی که در انتظار این سیاره و ساکنینش هست رو هم در تجربهشون مشاهده کردند. به عنوان مثال، بانوی ایرانی به نام خدیجه مبینی که دچار حادثه و تجربه خروج از بدن شده بود، در تجربه خودش با یکی از آشنایان درگذشتش ملاقات میکنه که اون شخص از او خواسته بود که پیغامی رو به نوش برسونه و اون رو از ازدواج با شخص مورد نظرش برحذر و از عاقبت بد این انتخاب اون رو مطلع کنه. این تنها یک نمونه از باخبر شدن از آینده و از نتیجه یک تصمیمه، اما تجربه‌گران زیادی بودند که آینده جهان و انسانها رو دیدن و با خبرها و پیامهایی برای کل انسانها به این دنیا برگشتن. در ویدئوی امروز به تعدادی از تجارب نزدیک به مرگ میپردازیم که تجربه‌گران فرازهایی از آینده بشریت رو مشاهده و به کالبد جسمانیشون برگشتن تا پیامهای مهم و سرنوشت سازی رو به ما برسونن. به دالان راز خوش اومدین. امروز چند دقیقه‌ای با ما قدم به این دالان بگذارید تا با گذر از اون از این پیشگویی‌ها و پیام‌های مهم و سرنوشت ساز برای انسان‌ها آگاه بشید. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو این کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال دالان راز، مجله اسرار معنوی همراه ما باشید. بین این گزارش‌ها که از افراد مختلف با زمینه‌های متفاوت به دست اومده، به طرز عجیبی هماهنگی و تشابهات زیادی مشهوده. در ادامه به چندین تجربه نزدیک به مرگ مشهور که به اتفاقات آینده اشاره می‌کنن می‌پردازیم. رینی پاسارو که در نوجوانی بر اثر واکنش آلرژیکی شدید به نوعی خوراکی مرگ موقت رو تجربه کرده، در این تجربه آینده و سرنوشت انسانها به اون نشون داده شده. او در مورد مشاهدات خودش گفته تصویری که از آینده به من نشون دادن تصویری پر آشوب و ملتهب بود که نتیجه طبیعی بی‌توجهی انسانها به حقیقته. به من گفته شد که این رنج و عذاب به خاطر اینه که بشریت برخلاف قوانین جهان عمل میکنه. این بلایا نتیجه تنبیه یا انتقام از طرف خدای خشمناک نیست، بلکه همانند درد شدیدیه که یک نفر میتونه در اثر بی‌توجهی به قانون جاذبه و زمین خوردن حس کنه. این بلایا در جهت تصفیه زمین و متنبه شدن بشریتی که کورکورانه در زیر لوای علم، قانون و مذهب پنهان شده ضروری خواهد بود. به من گفته شد که تکبر و خودخواهی، مادیگرایی، نژاد پرستی، میهن پرستی متعصبانه و در مجموع دیدی جدایی‌گرا در حال نابود کردن بشریته. در پایان این دوره گذرا انگار بشریت از نو متولد خواهد شد، با درک و نگاهی جدید به جایگاه خودش در جهان هستی. ولی این تولد دوباره مثل تمام تولدها با درد زیادی همراه خواهد بود. بشریت جدید متواضع و فروتن و در عین حال آگاه و با درایت، صلح طلب و بالاخره متحد خواهد بود. رینی پاسارو 3 بار مرگ موقت رو تجربه کرده. در حین تجربه دوم او به سوالات بسیار مهمش درباره سرنوشت بشریت پاسخ داده شد. او تجارب مرگ موقت خودش رو در کتابی تحت عنوان پاسخهایی از بهشت بازگو کرده. تجربه بعدی مربوط به آقای هوارد استورم، رئیس سابق دانشکده هنر دانشگاه کنتاکی آمریکاست. استورم اتفاقاتی از آینده رو در تجربهش مشاهده کرده. او گفته در این آینده زلزله‌ها، آتشفشان‌ها، طوفان‌ها و سیل‌های زیادی در زمین اتفاق خواهد افتاد. آب و هوای زمین به شدت تغییر خواهد کرد و رکود اقتصادی بزرگی در جهان رخ خواهد داد. من از اون فرشته پرسیدم آیا آمریکا دنیا را در این تحولات رهبری خواهد کرد؟ اونها جواب دادن
به آمریکا این فرصت و موقعیت داده شده که برای بقیه مردم دنیا یک معلم و رهبر باشه. به آمریکا نعمت و منابع بسیاری عطا شده، بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در تاریخ، ولی از اونهایی که بیشتر دریافت کردن انتظارات بیشتری هم هست. آمریکا در اینکه این موهبت‌های خودش رو به دیگران بده و به مسئولیت خودش عمل کنه شکست خورده. اگر آمریکا به بهره بری بیش از حد از منابع طبیعی و طمع خودش ادامه بده، رحمت خدا از اون برداشته خواهد شد و از نظر اقتصادی از هم فرو خواهد پاشید و در نتیجه اون جنگ‌های داخلی شروع خواهد شد. مردم آمریکا به خاطر حرص و طمع زیاد همدیگر رو برای مقدار کمی بنزین خواهند کشت، در حالی که بقیه مردم دنیا با وحشت اونها رو نظاره خواهند کرد. بقیه کشورها برای نجات شما مداخله نخواهند کرد، چون اونها خودشون قربانی طمع شما بودن و در واقع از نابودی چنین مردم خودخواهی استقبال هم میکنن. آمریکا باید به زودی تغییر کنه و راهنما و سرمشق نیکی و سخاوت برای بقیه بشه. در حال حاضر آمریکا یکی از بزرگترین بانیان جنگ و کشتار و فرهنگ خشونت در روی زمینه. این امر پایان خواهد یافت چون شما خودتون بذر نابودیتون رو درونتون دارید. شما یا به دست خودتون رو نابود خواهید کرد، یا اگر تغییر نکنید خداوند شما رو به پایان خواهد رسوند. هوارد استورم تجربه خودش رو در کتابی با عنوان هبوط من به مرگ منتشر کرده که میتونید تجربه اون رو به طور کامل در کتابش مطالعه کنید. دکتر جورج ریچی در کتاب خودش با نام بازگشت از فردا سفرش به عالم پس از مرگ رو شرح داده و درباره چیزهایی که از آینده انسان بهش نشون داده شده اینطور گفته: وجود نورانی مجرایی رو در زمان در پیش روی من باز کرد. از درون این مجرا تونستم ببینم که بلایای طبیعی زیادی در آینده بر روی زمین اتفاق خواهد افتاد. به تدریج خودخواهی و خود را بر حق دونستن بین مردم افزایش پیدا میکنه و به دنبال اون بلایای طبیعی هم بیشتر رخ میده و به تعداد گردبادهای شدید، سیلها، آتشفشانها و زمین لرزه ها افزوده میشه. میدیدم که خانواده ها از هم خواهند پاشید و حکومت‌های زیادی سقوط خواهند کرد، در حالی که مردم فقط به خودشون فکر میکنن. نظامیانی رو دیدم که از سمت جنوب به آمریکا حمله خواهند کرد و در نقاط مختلف زمین انفجارهای سهمگین متعددی اتفاق خواهد افتاد که بزرگی اون خارج از تصور بود. من فهمیدم که اگر به همین منوال پیش بره، انسانهای روی زمین همدیگر رو کاملا نابود خواهند کرد. ناگهان این روزنه بسته شد و مجرای دیگه‌ای در زمان برای من باز شد. در ابتدا زمینی که از درون این روزنه زمان می‌دیدم با حالت قبلی یکی به نظر می‌رسید، ولی به تدریج با گذشت زمان اختلاف و تمایز بین این دو سناریو بیشتر شد. در این سناریوی جدید دیدم که صلح و آرامش روی زمین رو فرا خواهد گرفت و مردم و طبیعت هر دو شرایط بهتری دارن. انسان‌ها با همدیگه بیشتر مدارا می‌کنن و نسبت به طبیعت هم ملاحظه کارتر هستن و میتونن بفهمن که عشق حقیقی چیه. ما در اونجا به نقطه‌ای در زمان رسیدیم که به نظر شروع دوره 4 و 5 میرسید. از طریق فکر به من الهام شد که بشریت میتونه اون سرنوشتی رو که میخواد برای خودش انتخاب کنه. دکتر کنس رینگ، یکی از محققین مشهور در زمینه تجارب نزدیک به مرگ، تحقیقاتی درباره پیشگویی‌های تجربه‌گران مرگ تقریبی انجام داده که در ادامه قسمت‌هایی از این پیشگویی‌ها رو براتون بیان می‌کنیم. قطب‌های زمین جابجا خواهند شد و این تحولات زمین ادامه خواهد داشت تا وقتی که یک آگاهی و بیداری جدید برای مردم روی زمین به وجود بیاد. دیدم که در طول تاریخ بشریت این اتفاق و تحولات هر چند مدت یک بار رخ میده و این برای زمین در جهت صعود به مرحله بعدی رشد و تحول امری اجتناب ناپذیره. ما خشکسالی‌های رو به افزایشی خواهیم داشت که باعث افزایش قیمت غله میشه و اون هم به نوبه خودش قیمت سایر مواد غذایی رو بالا میبره. این مسئله فشار و تنش زیادی به اقتصاد جهانی که در اون زمان رو به نزول و رکود خواهد بود وارد میکنه. در اثر این تنش‌ها و کمبودها درگیری‌های مسلحانه زیادتر خواهد شد. من دیدم که بعد از گذشت این دوره تاریک از زندگی بشر و نابودی چیزهایی که انسان‌ها از زندگی دنیوی برای خودشون ساخته بودند، یک بیداری و آگاهی جدید پدیدار میشه و بشریت در شکل نوینی ظاهر خواهد شد. دیدم که به دنبال اون عصر طلایی زندگی انسان بر روی زمین شروع خواهد شد و انسان‌ها در صلح و هارمونی با همدیگه و با بقیه طبیعت و موجودات زندگی خواهند کرد. مارگوت گری در تجربه خودش میگه
به من اتفاقاتی نشون داده شد که احتمال داره در آینده نزدیک رخ بده، ولی این آگاهی هم به من داده شد که هیچ چیزی به طور مطلق ثابت و غیر قابل تغییر نیست و به این بستگی داره که ما چطوری از آزادی انتخابمون استفاده و عمل میکنیم، حتی اون اتفاقاتی که از همین حالا معین شدن. هوارد استورم بر اساس تجربه مرگ تقریبیش گفته که ما آزادی انتخاب داریم و اگر خودمون رو تغییر بدیم میتونیم آینده‌ای رو که به من نشون دادن تغییر بدیم. آینده‌ای که به من نشون دادن بر اساس رفتاری بود که مردم امروزه دارن. هر کس بیداری رو بپذیره نجات پیدا میکنه و هر کس اون رو رد کنه از روی زمین محو خواهد شد. اگر تا اینجا همراه ما بودید، حتما متوجه شدید که پیغام هماهنگ بین تمام این گزارش‌ها اینه که اگر تک تک انسان‌ها به کارهای تاریک و بیهودشون ادامه بدن و رفتارهای خودخواهانه و حریصانشون رو تغییر ندن و به ریشه معنوی و ماورایی خودشون توجه نکنن و به جای رقابت، جنگ، کینه و دشمنی به کمک و دلسوزی در حق همدیگه روی نیارن، حوادث جهانی بسیار سختی در انتظار این سیاره و ساکنین اون خواهد بود. گرچه معمولاً تاریخ دقیق این اتفاقات تعیین نشده، اما از بررسی اونها میشه فهمید که زمان این اتفاقات چندان دور نیست و ممکنه دامنگیر این نسل یا نسل‌های آینده بشه. اما باید به خاطر داشته باشیم که آینده قابل تغییره و ما میتونیم سرنوشت بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم. باشد که همه ما با تفکر و اندیشه درست به حقیقت و بیداری برسیم، چرا که حقیقت ما رو آزاد خواهد کرد. سپاس از چشم و گوشتان که تا آخر این ویدئو همراه دالان راز بودین. اگه از این ویدئو خوشتون اومد، کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدئو رو لایک کنید. لایک، کامنت و سابسکرایب شما به ما در الگوریتم یوتیوب واقعاً کمک میکنه و به ما انگیزه میده تا محتواهای بیشتری در این زمینه برای شما تولید کنیم. پس لطفاً از ما حمایت کنید و این ویدئو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا درودی دیگر، بدرود.